در ناحیه دیوشتیش نیز چاره‌بینی تنتنوی گسیل نواسکران به صف ارتش ملی دایر گردید که آن از راهپیمایی جوانان به خدمت عسکری دعوت شده آغاز گردیده. در خیابانی به نام اسماعیل سامانی با اشتراک پدر و مادران، نمایندگان تشکیلات و مؤسسه و رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتیش ادامه یافت. از ذکر گردید که زیاد بودن شماره جوانان اختیاری به صف ارتش ملی این نتیجه فعالیت خوبی کمیسی‌های دعوتی، جماعت‌های دهات و مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه محسوب یافته. جوانان سعادتمند در فضای صلح و ثبات و محیط آرام و آسایشته امکان دارند که در وطن خود خدمت پرشرف را ادا نمایند. طوری که در کنستیتوسی تاجیکستان آمده است، حفظ وطن، حمایت منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت و اقتدار مدافعوی آن وظیفه مقدس هر یک شهروند است. خدمت به وطن اصلا خدمت کردن به پدر مادر، نیک‌احوالی فرزندان و آبادی روزگار خود انسان است. از این رو هر یک سرباز را لازم است که بهترین عنعنه‌های حربی را رواج داده از نظام نمونوی، متانت و صداقت به خلق و وطن داشتی نسل‌های گذشته سبق گیرند، چون که خدمت کردن به وطن وظیفه مقدس و شرف بزرگ است.